سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما علاقه‌مندان به طب سنتی و علم العلامات. علم العلامات یعنی ما از طریق تغییرات و یک سری المان هایی که روی یک سری از اعضای بدن میفته بتونیم بیماری ها و ویژگی های روحی و جسمی فرد رو تشخیص بدیم و مهمترین این علامت ها علائمیه که روی عنبیه چشم انسان میفته. یعنی ما داریم از روی چشم تشخیص میدیم و دقیق ترین و اصلی ترین قسمتی هم که علائمی که میفته 100% دیگه ردخور نداره. اگه شما یه علامتی روی عنبیه دیدین دیگه 100% میتونید بگید که این مشکل در فرد وجود داره، در چه مرحله، در مراحل ابتدایی یا اینکه نه پیش زمینه‌شو داره، چندین سال دیگه این مشکل برای فرد ایجاد میشه. مثلا میتونید تشخیص بدید که این فرد پیش زمینه دیابت رو داره، شاید 5 سال الی 6-7 سال دیگه دیابت براش ایجاد بشه. یا اینکه از روی عنبیه میتونید تشخیص بدید که این فرد احتمال سکته قلبی درش وجود داره. پس خیلی مهمه که ما این علامت‌های عنبیه رو بتونیم بازخوانی کنیم. تو این جلسه که جلسه 8 دورمون هستش، یعنی دوره مقدماتی، می‌خوایم در مورد تشخیص علت چاقی از روی عنبیه صحبت کنیم. یعنی ما افراد مختلف رو می‌بینیم که چاق شدن، اما علت این که چاق شدن رو متوجه نمی‌شیم، چون داره یه سری مراحل این چاقی. در ابتدا حدود میانی بدن یعنی روده ها و تا حدودی باسن و حالا رانها دچار چاقی میشه و بعد چاقی کل بدن رو میگیره. ما از طریق عنبیه میتونیم تشخیص بدیم که علت چاقی در جوامع امروزی و مخصوصا کشور ما چیه. یعنی بچه‌هایی که میبینیم تا یه تایمی اصلا لاغر بوده یهو چاق میشه. این علت شما هم میتونیم از طریق عنبیه تشخیص بدیم و با ارائه یه سری راهکارا هم جلوی این چاقی رو بگیریم و اگر فرد چاق شده، دیگه کار از کار گذشته، فرد چاق شده، بدونیم علت چیه. وقتی علت رو بفهمیم سریعا میتونیم درمان رو انجام بدیم. دیگه نمیایم بگیم که علت چاقی ایشون رژیم غذایی نامناسبه. ما توی زندگی روزمرهمون خود شما خیلی افرادی رو میبینید که مقدار خیلی زیادی غذا میخورن ولی چاق نمیشن، و افرادی رو میبینید که میگن یک کوچولو غذا میخوریم چاق میشیم، یا حتی یک سری افراد میگن که ما وقتی آب هم که میخوریم چاق میشیم. همه اینها علت داره و وقتی ما علت رو تشخیص بدیم دیگه درمان خیلی ساده میشه. بنده محمد متین مرادی و اینجا جلسه 8 از دوره مقدماتی عنبیه شناسی. بریم سراغ اسلاید. حالت اولی که افراد چاق میشن، ببینید 80 الی 90% یعنی غالب افرادی که چاق میشن 2 تا علت اصلی دارن، 2 تا حالت اصلی دارن. که حالت اول اینیه که اینجا میگیم، به حالت بعدش رو بعد از این حالت اول میگیم. چرا همین الان نمیگم 2 تا علت چیه؟ چون میخوام اول حالت اول رو کامل بفهمیم و بعدش حالت دوم رو با هم در موردش یاد بگیریم. بریم سراغ حالت اول. تو حالت اول فرد خشکی کبد داره یا تنبلی و ضعف کبد داره. پس علت حالت اول چیه؟ کبدیه. علت حالت اولی که فرد چاق میشه کبدیه. این کبد فرد یا خشکی خیلی بالایی داره یا ضعف و تنبلی کبد داره. اینجور بچه ها، اینجور آدم ها موقعی که نوزادن تازه به دنیا اومدن معمولا زردی زیادی هم دارن. یعنی معمولا میرن حالا زیر نور مهتابی و توی بیمارستان بستری میشن و این موارد. این رو ازشون بپرسی معمولا داشتن. حتی خیلی اوضاعشون خیلی وخیم‌تره و خون و ایناشون رو عوض کردن. اینا افرادی هستن که ضعف کبد یا خشکی کبد دارن. یه افراد هستن که این خشکی هست، تنبلیه و ضعف کبد هم هست. یعنی 2 تاشو با هم دارن. پس یا خشکی کبد داره یا تنبلی و ضعف کبد داره یا جفتش رو با هم داره. خب سوال میشه، یعنی میپرسن که حالا کبد خشک باشه چی میشه؟ کبد که خشک باشه فرد مدام آتش میکنه، مدام میل به آب خوردن داره و مدام میل به آب خنک خوردن داره. یا حالا یک سری افراد هم هستن میل به آب ولرم دارن یا آب سرد میخورن یا آب یخ میخورن. یعنی خیلی میل به خوردن آب در فرد زیاد میشه. یعنی مدام در طول روز میبینیم 10 لیوان 12 لیوان این فرد آب میخوره. پس خشکی کبد کاری که میکنه میل به آب رو در فرد زیاد میکنه. پس تو حالت اول مشکل ضعف کبده، مشکل تنبلی کبده، مشکل خشکی کبده. حالا که این مشکل رو داره فرد مدام آب میخوره.
که این کبدی که گرم و خشک هستش و خشکیش هم بالا هستش رطوبت بگیره. در نتیجه فرد گفتیم که زیاد آب میخوره، هی آب میخوره، هی آب میخوره، هی آب میخوره، آتش میکنه، آب میخوره، در طول روز همش آب میخوره و این کبد رطوبت میگیره. کبد که رطوبت گرفت، کاری که میکنه این رطوبت رو به تناسب در کل بدن پخش میکنه. یعنی کل بدن یه حالت شفته ای ایجاد میشه، یه حالت بدنی که چربی زیادی داره و حالت لق زنانی داره، یه حالت ژله‌ای مانند میشه. کل بدن، بازوها چاق میشه، شکم چاق میشه، سینه چاق میشه، پایین تنه چاق میشه، کل بدن همه با هم به صورت یک نواخت چاق میشه. و این افراد رو که میبینیم، چیزی که مد نظرمون اینه که کل بدن فرد چاقه. نمیگیم فلان قسمت از بدن چاقه، میگیم تو کلا چاقی، کل بدن چاقه. اینا کدوم افراد بودن؟ افرادی که مشکل کبدی داشتن. مشکل کبدی 3 تا بود. بگیم مشکلاتو: خشکی کبد، ضعف کبد و تنبلی کبد. این 3 تا مشکل رو داشتن و آب زیاد خوردن، آتش کردن، آب زیاد خوردن. کبد هم که عضو گرمی هست، مدام آتش کرده، مدام بلد نبوده چطوری کبد رو خنک کنه، مدام آب خورده و باعث شده که این بدن لاغر یهو چاق بشه. عنبیه این افرادی که بررسی میکنیم، یعنی فرد میاد مقابلمون قرار میگیره، عنبیه‌شو بررسی میکنیم، سریع ازش میپرسیم از چه سنی بود که شما چاق شدین؟ چند سالگی شروع کردیم به چاق شدن؟ چون از طرفی توی مزاج شناسی یاد گرفتیم فرد صفراوی بوده، نگاهش میکنیم میبینیم عنبیه‌اش نشون دهنده اینه که این فرد صفراست. بعد نگاه میکنیم میبینیم که رطوبت درش زیاد شده. از این دوتا، از یه طرف عنبیه صفراوی مزاجه، از یه طرف چیه؟ از یه طرف وقتی بررسی میکنیم میبینیم بدن رطوبت گرفته، یعنی از یه سنی به بعد رطوبت گرفته دیگه، از یه سنی به بعد اونقدر آب خورده که این رطوبت زیاد شده توی بدنش. طرف فکر میکنه یکم ما داریم مثلا حالا طالبینی و ایناست، در حالی که ما از طریق عنبیه تشخیص دادیم که این فرد صفراوی مزاج بوده، یعنی باید یک آدم لاغر و ترکیبی باشه ولی آب زیاد خورده، رطوبت گرفته. این حالت چه افرادی به وجود میاره؟ افرادی که مزاج عارضیشون اصطلاحاً میشه صفرا بلغم، یعنی سر هنوز صفراست، گرمای سر کم نشده، سر این افراد صفراست اما بدن بلغمی شده، بدن چاق شده، بدن حالت شحمی پیدا کرده، حالت همون ژله‌ای که بهتون گفتم پیدا کرده. این افراد عنبیه‌شون چطور میشه؟ بریم سراغ این بحث. عنبیه این افراد رو که بررسی میکنیم میفهمیم که مزاج جبلی خیلی خوبی داشته، یعنی صفراوی مزاج بوده. از طریق رنگ عنبیه و اینها میفهمیم که فرد اولش این قسمت‌ها رو که نگاه کنید میفهمید کلا این حالت نبوده که حالا فرد کلا بلغمی بوده باشه، از اول فابریک بلغمی نبوده، از اول صفراوی مزاج بوده. ولی این قسمت‌ها رو نگاه کنید باز شده، این قسمت‌ها اصلا باز شده. اینجا رو نگاه میکنید میفهمید که فرد عنبیه‌اش اصلا باز شده. چی شده که باز شده؟ همون حالتی که بهتون گفتم، آتش کرده مدام آب خورده، آتش کرده مدام آب خورده. فرد وقتی آب زیادی بخوره، رطوبت در بدنش بالا بره، این فیبرهای عنبیه از هم باز میشه و وقتی فرد خشک باشه این فیبرهای عنبیه به هم متصل میشن و در کنار هم قرار میگیرن. حالا این حالت اول چطوریه؟ این توقک رو در نظر بگیرید، این توقکی که الان دارم مشخص میکنم، این قسمت ها خارج این دوچار از هم گسیختگی شده، خارج این دوچار این شده که فیبرهاش از هم باز بشن. تو این حالت همون حالتیه که کبد دوچار ضعف و خشکی بوده. پس جمع‌بندی کنیم. حالت اول رو فهمیدیم چی شده، توی عنبیه چطوری بفهمیم، چطوری توی عنبیه شناسی تشخیص بدیم که فرد مشکل چاقش از کبدشه. نگاه که میکنیم به این خط، به این میگن توقک، اتونوم هم اصطلاحاً بهش میگن. این اتونوم یا توقک که در نظر میگیرین، قسمت خارجیش یعنی قسمت بیرونش دچار باز شدن فیبرها شده. یعنی چی؟ یعنی کبد رطوبت رو گرفته و در کل بدن پخش کرد. در این حالت فرد به صورت یک نواخت چاق میشه، یعنی به صورت یک نواخت خارج این توقکه، به صورت یک نواخت دچار از هم گسیختگی فیبرها میشه و فرد کلا حالت شحمی میگیره و فرد حالتی که میگیره اصطلاحاً توی طب نوین بهش میگن چاقی الگوی سیب. البته اونو
مد نظرشون این نیست که مشکل کبده، مشکلات رو حالا نمیدونم ضعف ژنتیکی و سوء تغذیه و این چیزا میدونن، چون ندیدن حقیقت ره بیگانه زدن، یه همچین حالتی. ولی ما وقتی میفهمیم مشکل از کبده، تا کبد درمان نشه چاق این فرد درست نمیشه و فرد به اون وضعیت صالح و اصلح خودش، به اون حالت اصل خودش بر نمیگرده. چرا؟ چون کبد مشکل داره، مدام آب رو میگیره و در کل بدن پخش کرده. این که کبد همش داره رطوبت میگیره، همش داره مایات میگیره، همش داره آتش میکنه، تا جایی ادامه پیدا میکنه که فرد بشه صفرا بلغم، سر صفرا بمونه و بدن اونقدر رطوبت داشته باشه که کبد خشکیش رو جبران کنه. تو این حالت دیگه وزن فرد اضافه نمیشه، یه استوپ وزنی توی اون ناحیه ایجاد میشه. پس ما وقتی میبینیم خارج این توقک دچار باز شدگی فیبراست، توی یه قسمت هم نیست، توی قسمت بود حالا رطوبت توی اون قسمت مثلا زیاد شده، توی کل عنبیه میبینیم که افزایش تراکم داریم، یعنی این تراکم، این فیبرها اصلا باز شدن. تو این حالت میفهمیم که مشکل از کبد بوده. تو این حالت که مشکل از کبد بوده، فرد مدلی که چاق میشه چاقی سیب هست. سیب رو که نگاه کنید کل قسمتاش چاق، یعنی کل قسمتاش به صورت یک نواخت چاق. این فردی هم که چاقیش علتش ضعف کبد بوده، علتش خشکی کبد بوده، چاقی که میشه اینطوره. چطوریه؟ یعنی تناسب در چاقی، تناسب در اندام نه، تناسب در چاقی. کل بدنش همه با هم چاقه، هم پاها چاقه، هم شکم چاقه، هم دستها چاقه، کلن چاقه، کل بدن همه با هم چاق شده که به این چاقی اصطلاحاً چاقی الگوی سیب هم گفته میشه. اما حالت بعدی چیه؟ حالت بعدی اینه که کبد مشکل نداره، کبد اوضاعش اوکیه، رودهان که خشکی دارن، رودهان که طلب رطوبت میکنن. تو این حالت دوباره فرد آب میخوره، دوباره فرد آتش میکنه و آب میخوره. این قدری آب میخوره تا این خشکی روده ها جبران بشه. تو این حالت چی میشه؟ تو این حالت عنبیه فرد خارجش اوکیه، یعنی این توقک رو که در نظر بگیریم، این قسمت ها رو من حالا بذارین کامل مشخص کنم، این قسمت ها توقکه. خارج توقک رو که در نظر میگیریم، نگاه کنید حالت رو، حالت کلی حالت خوبیه، حالت کلی حالت خوبی، حالا با صرف نظر از این قسمت ها، حالت کلی حالت خوبی، یعنی حالتیه که فرد عنبیه یک فرد صفراویه، ابریشمی براق هست، اونقدر مثل عنبیه قبل، عنبیه حالت اولی که دیدیم دچار از هم گسیختگی فیبرها نشده، فیبرها از هم باز نشدن. اما داخل، این داخل یعنی داخل توقک دچار باز شدگی شده و این باز شدگی فیبرها از همه، فیبرها از هم باز شدن. این قسمت ها رو که مشخص کردم بررسی کنید، این قسمت ها فیبرها از هم باز شدن. یه حالت ها انگار یه برگایی توی قسمت درونی توقک به وجود اومده، اینو به سمت درون یه برگای انگار به وجود اومده. این برگ‌ها که به وجود میاد نشون دهنده اینه که چی؟ مشکل روده ها بودن. پس یه جمع‌بندی کنیم، دو حالت شد، یا فرد خارج توقکش دچار از هم گسیختگی فیبرها میشه، دچار باز شدگی فیبرها میشه. این علت چیه؟ این کبد گرفته توی کل بدن پخش کرده، کبد رطوبت رو گرفته توی کل بدن پخش کرده، فرد به حالت سیب و به حالت یک نواخت کلاً چاق شده. یه حالت از نه، رطوبت و خشکی به روده ها رسیده، یعنی مشکل از خشکی روده داشته فرد، مشکل از خشکی روده بوده و روده هی رطوبت گرفته، رطوبت رو که گرفته برای خودش گرفته و این روده در قسمت‌های دچار باز شدگی شده. حالا که روده در قسمت‌های دچار باز شدگی شده، فرد به حالتی که چاق میشه حالت گلابی هست، همون ناحیه روده، حالا فکر کنم تو کادر نیست، همون ناحیه روده دچار چاقی میشه و یه مقداری باسن و یه مقدار کمی رونها، یعنی چاقی در قسمت میانی بدن رخ میده. دیگه کل بدن چاق نمیشه، دیگه حالا سینه و اینها چاق نمیشه، دست‌ها و بازوها اونقدر چاق نمیشه، کل چاقی توی ناحیه رخ میده. یه بنده خدایی بود میگفت ما چاق میشیم انگار یک کرمی نخود خورده باشه. دقیقا همین الگوه، چون فقط روده خشکی داره و روده که خشکی داره فقط خود روده داره خشکی جذب میکنه، دیگه روده مثل کبد
مسئول تولید اخلاط نیست، داره فقط خشکی خودش رو جبران میکنه با آبی که فرد میخوره و همون قسمت ها بلغمی میشه. و شما این رو هم در نظر بگیرید، یک فردی که در طول روز 12 لیوان آب استفاده میکنه، 12 لیوان 14 لیوان مایعات استفاده میکنه، ما میگیم که 4-5 لیوان حالا ادرار و اینا داشته باشه، اصلا 1 لیوان 2 لیوان هم عرق داشته باشه، عرق کنه و اینها، باز یه 5-6 لیوانی تو بدن میمونه که تبدیل به بلغم بشه. اصلا 2 لیوان هم باز صرف تغذیه سلول ها بشه، صرف واکنش های درون سلولی بشه، باز یه 3-4 لیوانی توی بدن فرد میمونه. حالا فکر کنید این روند روزانه ادامه داشته باشه. پس علت اصلی چاقی رطوبت هست، علت اصلی چاقی مایعات فراوان خوردن هست. خیلی کمتر میتونیم چاقی رو نسبت بدیم به غذای زیاد خوردن. علت چاقی این خشکیه که کبد یا روده داره و این رطوبتیه که ما بهش میدیم. به جای اینکه کبد رو به روش درست خنک کنیم، کبد وقتی داغ میکنه، وقتی خشک میشه، چرا داغ میکنه؟ چون صفراش بالا میره. صفرا زرده، به زرده هم گفته میشه. صفرا، این کیسه صفرا، حالا گوسفند و اینا رو دیدین که با چه ظرافتی میخوان جداش کنن از کبد، از جگر گوسفند، که اون رو تلخ نکنه. اینا رو گفتم که چی بگم؟ مزه صفرا چیه؟ تلخیه. تلخی ها بازن یا اسید؟ میخوام از دید طب نوین هم حتی بررسی کنم و اون منطقی که شاید یه عده دوست داشته باشن از دید طب نوین این رو بدونن، این رو هم در نظر داشته باشیم. صفرا تلخیه. تلخی یعنی چی؟ اسید یا باز؟ تلخی یعنی باز. یه مثالی در مورد مثلا بازها بزنیم. صابون و شامپو و اینها معمولا حالتی که دارن حالت بازی است. اگه یه ذره بره مثلا حالا توی دهان و اینها، مزه تلخی رو حس میکنید. پس صفرا یعنی تلخی. کبد صفراش رفته بالا، کبد تلخیش رفته بالا. تلخی باز رو و این صفرا رو با چی خنثی میشه کرد؟ آیا میشه باز رو با آب خنثی کرد؟ اگه ما آب بخوریم، آیا اون باز خنثی میشه؟ اون صفرایی که توی کبد رفته بالا خنثی میشه؟ مسلماً تاش یه ربع، تاش نیم ساعت، نهایتاً 1 ساعت دوباره اون صفرا به جوشش میفته و فرد دوباره تشنش میشه. پس ما این صفرای کبد رو با چی میایم درست میکنیم؟ این باز کبد رو با چی خنثی میکنیم؟ با اسید. صفرا و این باز با اسید خنثی میشه. باز تنها با اسید خنثی میشه، با خوردن آب، با خوردن مایعات خنثی نمیشه. پس باز با اسید خنثی میشه. اسید چیه؟ اسیدهای خوراکی منظورم هستش. اسیدهای خوراکی معمولا ترش مزه ها هستن. به همین خاطرم هست که افراد صفراوی میل به خوردن ترشیجات دارن. یعنی خیلی دوست دارن چیزی که میخورن یه مقدار ترش باشه. ترش مزه ها رو میپسندن. افرادی که ترش مزه ها رو میپسندن و هوس ترشی میکنن، حالا لواشک باشه، آب آلبالو باشه، آب زغال‌اخته باشه، هر کدوم از اینها باشه، اون رو میپسندن، معمولا صفراوی مزاج ها هستن. و این واکنش طبیعی بدنه که این بازی که توی کبد رفته بالا، با اسید، با یه اسید خوراکی، با یه ترش مزه، با یه ترش و شیرین، با یه خوردنی ملح، این باز رو خنثی کنیم و اگه این حالت رخ بده دیگه فرد چاق نمیشه، چون رطوبت اضافی به بدن نمیرسه. 1 لیوان حالا شربت آلبالو میخوره یا خود آلبالو رو میخوره و این صفرایی که توی کبد رفته بالا فروکش میکنه، صفرا میاد پایین و فرد دچار اون چاقی که مد نظر هست نمیشه. بنابراین خیلی مهم هستش که ما وضعیت مزاجی بدن رو بدونیم که چجوری این وضعیت مزاجی رو به تعادل برسونیم. یعنی هر فردی برای خودش باید یه مقداری مزاج شناسی رو مسلط باشه، اما برای خودش. یعنی فرد حتی درمانگر نیست، فرد توی کار طب سنتی نیست، همون در حد سبک زندگی باید بدونه که چه غذایی بخوره، چه نوشیدنی استفاده کنه که دچار مشکل نشه. بعد که بلغم کل بدن رو میگیره، بلغم سردیه، سرعت خون توی قسمت‌های مختلف بدن کم میشه. حالا توی قسمتی اگه سرعت این خون خیلی کم بشه، فضولاتی که توی اون خون هست اونجا بیشتر نشت پیدا میکنه و اونجا میتونه دچار کیست‌های مختلف بشه.
کل بدن رو بلغم گرفته، کیست‌های مختلف، حالا در قسمت‌های مختلف بدن، کیست سینه میتونه ایجاد بکنه، کیست تخمدان میتونه ایجاد کنه، یا حالا کیست‌های زیرپوستی در آقایون میتونه ایجاد کنه. چرا؟ از همون خوردن زیاد آب اومد. خوردن زیاد آب اومد. این خوردن زیاد آب از چی اومد؟ از خشکی کبد اومد و ما نتونستیم با این صفرای کبد درست مقابله کنیم و درست جوابش رو بدیم. پس این حالت میشه مشکل. اما تو حالت دوم روده است که خشکی داره، دوباره فرد آب میخوره و خشکی روده هم اونقدر آب میخوره که این قسمت روده ها رطوبت کافی رو بگیره. بعد از اینکه این قسمت ها رطوبت رو گرفتن، دیگه اون استوب وزنی برای همون ناحیه ایجاد میشه و فرد دیگه بیشتر از اون چاق نمیشه. آها، این نکته خیلی مهم. پس برای این هم هستش که چربی پهلوها، یا حالا بهش میگن چربی بلغم پهلوها، دیر آب میشه، چون فرد خشکی رودش رو جبران نکرده. اگه خشکی روده جبران بشه از طریق‌های مختلف با درمان‌های مختلف، این خشکی روده که جبران بشه، دیگه روده خشک نباشه، دیگه اون بلغم‌ها رو نیاز نداره روده که به رطوبت خوبی رسیده. به راحتی میتونیم بلغم‌ها رو کنار بزنیم و فرد رو به حالت اصل و پایش برگردونیم. یه جمع‌بندی کلی تا اینجا. پس دو حالت چاقی داشتیم. یه حالت اولیه بود که فرد مشکل از کبد بود، کبد خشک رطوبت رو میگرفت و در کل بدن پخش می‌کرد، کل بدن چاق میشد، کل بدن چاق میشد. و این که کل بدن، حالا چه در خانم‌ها چه در آقایون چاق میشد، باعث میشد که تناسب در چاقی داشته باشیم، یعنی کل بدن به نسبت چاق شده باشه. و این که فرد خشکی در ناحیه روده داشته باشه. این روده ها هی فرد آب میخوره، هی فرد آتش میکنه، هی فرد آب میخوره، این فرد هم همینطور. روده ها خشکن، هی آب میخوره. در نتیجه در این ناحیه روده و حالا این مقدار پایین‌تر فرد دچار بلغم زیادی میشه و چربی که اون ناحیه رو میگیره زیاد هستش، که این حالت رو حالت گلابی میدونن. حالت گلابی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه گلابی رو در نظر بگیریم، قسمت‌های بالای گلابی لاغره، قسمت وسط چاقه. تو این افراد هم دقیقاً همینطور میشه، یعنی فرد اینطوری میشه، این قسمت وسطی حالت چاقی میگیره و قسمت پایین تنه دوباره حالا به زانوها اینا میرسه. اگه مشکلات حالا دیگه نداشته باشه، اون قسمت‌ها لاغر میمونه. که اینا حالت اصلی چاقی هستن، یعنی 90% افراد علت چاقیشون این دوتا هستش. حالا کدوم بیشتر تو ایران مشهوده؟ با توجه به اینکه طبع منطقه جغرافیاییمون، مزاج منطقه جغرافیاییمون گرم و خشک هستش و افرادی هم که حالا چه به صورت آماری نگاه کنیم، چه مراجعاتی که خود من داشتم، اینطوریه که بیشتر کبدهای گرم و خشکی دارن و بیشتر این حالت چاقی در کل بدن مخصوصا در آقایون ایجاد میشه. در خانم هم همینطور هستش، یعنی به نسبه چاقی با الگوی سیب یا همون چاقی کامل، یعنی کل بدن چاق بشه، توی ایران فراوان‌تره. یه سری تمرین انجام بدیم ببینیم حالا میتونیم تشخیص بدیم که فرد علت چاقیش چی بوده از طریق عنبیه یا نه. این فرد رو ببینید، این توقک، من توقک رو مشخص میکنم، توقک رو کامل براتون مشخص میکنم، شما تشخیص رو بدید. خب تشخیص دادین، یه پاس کنید خودتون تشخیص بدین که من بعدش پاسخ بدم. خب حالا من میگم براتون، توقک این قسمت رو براتون مشخص کردم. شما خارج توقک رو که نگاه میکنید دچار باز شدگی فیبرها شده. این قسمت ها فیبرها از هم باز شدن، این فیبرها از هم باز شدن. فیبرها که از هم باز میشن یعنی کل بدن رطوبت گرفته. کیه که اگه خشک باشه رطوبت رو میگیره و در کل بدن پخش میکنه؟ کبده. پس مشکل این فرد کبد بوده. همون چاقی الگوی گلابی هم یکم که میگذره کل بدنش به نسبت چاق میشه، یعنی فقط اون قسمت ها نمونه. مرحله اولیش اونیه که فقط ناحیه روده چاق میشه، یعنی اونم که یه مدت میگذره بقیه قسمت های بدن هم رطوبت میگیره، چون این روده‌ای که رطوبت گرفته دوباره پخش میشه و رطوبت میگیره. ولی اگه ما از طریق عنبیه تشخیص ندیم که علت چی بوده، نمیدونیم که باید کجا رو رطوبت برسونیم، کجا رو درمان کنیم تا فرد به حالت اصلش برگرده. یه عده افراد هم هستن که تازه دارن چاق میشن، یعنی تازه میبینیم یه ذره شکم اومده جلو. این افراد رو سریع باید عنبیه رو بررسی کنیم که کبد مشکل داره یا نه، کبد ضعف داره یا نه، کبد دچار خشکی هست یا نه.
اگه کبد دچار خشکی نیست، کبد سالم، میریم سراغ روده رو بررسی میکنیم، روده دچار خشکی هست یا نه. پس این تمرین اول. خب بریم اسلاید تمرین دوم رو هم انجام بدیم. تمرین دوم، دوباره پاس کنید و خودتون جواب بدید. جواب دادیم؟ من در نظر میگیرم که جواب داده باشین دیگه. خب این قسمت هایی که اینجا مشخص میکنم توقک یا همون خط اتونوم هستش. این قسمت حالا شاید بگین اینا چی؟ اینا رو حالا بعدا بهش میرسیم. این سفیدی که دور عنبیه رو، دور دیواره مردمکی، دور حلقه مردمکی تشکیل شده، این سفیدی ها نشون دهنده چیه، این زردی ها چیه، این نقاطی که مقدار نارنجی شده چیه، اینا رو حالا کار نداریم. فقط حواستون به این قسمت باشه که داخل توقک دچار از هم گسیختگی و باز شدگی فیبرها شده یا خارج توقک. تو این عنبیه که نگاه میکنیم میبینیم خارج توقک دچار باز شدگی فیبرها شده. پس اینم مثل همون قبلی است. کبد خشک بوده، کبد گرم و خشک بوده، رطوبت گرفته و این رطوبت رو در کل بدن پخش کرده و کل بدن به یک نسبه چاق شده و دچار بلغم شده. پس این علت چاقیش چیه؟ علت چاقیش کبدش بوده. این رو وقتی فرد میاد و عنبیه‌اش رو عکس میگیرید و معاینه میکنید و بررسی میکنید، با نگاهی که میکنید به فرد میتونین بگین که شما از چند سالگی به بعد بود که چاق شدین؟ از چند سالگی به بعد بود که صفرا غلبه کردین، خشکی کبد زیاد شد و شما آب زیاد خوردین و میل به خوردن آب و آب یخ و مایعات فراوان داشتین و بعدش این چاقی ایجاد شد؟ این فرد میمونه میگه این از کجا میدونه که حالا من قبلا لاغر بودم یهو چاق شدم؟ از طریق همین عنبیه. یعنی نه ما حالا یه کار ماورایی انجام، یه سری علم العلاماتی هست، یه سری علامت های روی این عنبیه میفته، ما آمدیم اینها رو بازخوانی کردیم. یه نکته خیلی مهم، میان ساختار سازی میکنن. ساختار سازی یعنی چی؟ توی بحث عنبیه شناسی میان ساختار سازی میکنن. ساختار سازی یعنی چی؟ ساختار سازی یعنی این که یه مثال مردونه بزنم، بعدش یه مثال حالا اگه تونستم یه مثال برای خانم ها بزنم که دقیقاً متوجه بشین. میان ساختار سازی میکنن. توی مثلا ماشین ها، توی خودروها، مثال مردونش، توی خودروها مثلا میگیم پژو 405. این وقتی اسم این ماشین میاد یه سری مشکلاتی که برای موتور این ماشین، برای ویژگی های مختلف این ماشین پیش میاد رو متوجه میشیم. این یه سری نقطه های قوت و یه سری نقطه های ضعف، نقاط ضعف و قوت این ماشین رو میفهمیم، چون میگیم این ماشین این نقاط ضعف رو داره، این نقاط قوت رو داره. توی عنبیه شناسی هم دقیقاً همچین کاری صورت میگیره. یعنی میبینیم که عنبیه یه حالتی داره، میگیم این افرادی که حالت عنبیه‌شون به صورت کلی این هستش یه سری ویژگی ها رو دارن. این حالتی که خارج توقک چاق میشه، مثال خانم ها رو هم بزنیم. توی مثلا لباس و اینها که خانم ها میرن خرید، پارچه های مختلف رو که میبینن میگن این پارچه فلانه. حالا من اونقدر مسلط نیستم به جنس پارچه، میگن این پارچه فلانه، پرس پس میده، این به درد نمیخوره. یعنی با توجه به اون پارچه اسمی که داره یه سری ویژگی ها براش قائل میشن. مثلا پارچه نوع A هم محکمه، هم ضخامت خوبی داره، هم گرمه مثلا برای زن، ولی پرس پس، این به درد نمیخوره مثلا. خب حالا توی عنبیه هم همین صورت میگیره. یعنی ما این عنبیه رو نگاه میکنیم میبینیم خارج توقک دچار از هم گسیختگی فیبر شد. انگار یه سری برگ‌هایی هستن که حالت فیبرهای از هم باز دارن. این بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ساختار غده‌ای. کبد بزرگترین و اصلی ترین غده بدنه. یعنی بین غده ها که نگاه میکنیم میبینیم کبد از همشون هم قوی تره، هم مهمتره و جزء 3 عضو رئیسه بدن. 3 عضو رئیسه بدن قلب، مغز و کبد هست. کبد یکی از اعضای رئیس است و مهمترین غدته. حالا فرد کل بدنش این حالت ایجاد شده. به این ساختاری که توی خارج توقک فیبرها هم باز میشن و یک حالت برگی ایجاد میکنن، یه حالتی که انگار شما یه خط دایره کشیدین و دارین گل میکشین دورش، گل‌هایی که حالا توی نقاشی ها میکشیدین، انگار یه همچین حالتیه. توی این حالت بهش میگیم ساختار غددی. ساختار غددی ها چه کسایی هستن؟
کسایی هستن که غده‌های ضعیفی دارن. یعنی کبد که ضعف داشته، کبد که خشکی داشته، این خشکی رو اومده حالا از طریق آب جبران کرده، بلغمو زیاد کرده، کل غدد بدن هستن که سرد شدن. ما میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که کبد مادر غدد بدنه. همونطور که میگیم قلب مادر عضلات بدنه، کبد هم مادر غدد بدنه. یعنی اگه کبد دچار مشکله، کل غدد بدن دچار مشکل میشه، کل غدد بدن دچار سردی میشه و این ویژگی ها رو برای این افراد قائل میشه. که این بهترین راه و روش برای اینه که ما ساختارها رو هم یاد بگیریم، یعنی بفهمیم مثلا از کجا شروع شد به کجا ختم شد و اینطوری ساختارها رو یاد بگیریم. حالا این قسمت ها حالا سردی هایی هم هست و اینها رو حالا بررسی نمی کنیم که به مثال بعدی برسیم. حالا این مثال رو در نظر بگیریم. اول طوقک رو پیدا کنید. پاس کنید، طوقک رو اول پیدا کنید. خب من مرحله مرحله میگم، شما انجام بدید. طوقک رو که پیدا کردیم، خب خارج طوقک دچار باز شدگی فیبرها شده یا نه داخل طوقک دچار باز شدگی فیبرها شده؟ اگه خارج طوقک بود همون حالت اول است، همون مشکل کبد است، همون ساختار غددی است. اگه داخل طوقک بود چی؟ همون مشکل خشکی روده هستش. خب طوقکی که بررسی میکنیم میبینیم که حالا این قسمت ها طوقک هستش، انگار اینم همونیه که برگ‌هایی دور طوقک ایجاد شده. این قسمت ها طوقک هستش. اینجا تا اینجا نکنید، من دارم ناحیه درون طوقک رو براتون مشخص میکنم، یعنی ناحیه معده و روده. این قسمت ها ناحیه، حالا گوارش کلی بگیم، ناحیه گوارش هست. توی این قسمت های بیرون چی افتاده؟ اون باز شدگی فیبرها رو میبینیم. پس این هم مدل خارج طوقکی هستش و همون باز شدگی ها رو در خارج طوقک میبینیم. پس این هم همون حالت اولمون هستش. حالا این مردمکش این مقدار حالت برجسته و اینا داره، میتونیم حالا یه تشخیصایی هم بدیم که فرد یه سری مشکلات حالا در سمت ماورایی هم داشته باشه، ولی حالا اینجا بررسی نمی‌کنیم. ببینیم مثال دیگه نمودن. هر سوالی که داشتین در این زمینه و حالا سوالات مرتبط در زمینه طب سنتی به آیدی @تبران بفرستین. ادمین ما هستن و به من انتقال میدن و سوالات رو خوشحال میشم که جواب بدم. امیدوارم که از این جلسه هم لذت کافی رو برده باشین و خوشتون اومده باشه. خلاصه مزه اون شیرینی که طب سنتی و علم العلامات و علم غنی طب داره رو چشیده باشین. شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.